سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. یک زمان افغانستان پایهای منحوس امریکایی ها و حامیان مزدور و جیرخان لاشخور و اجیران صفاک و بدنام اونها بودند. در مقابل اونها باید خالد ابن ولیدوار در سنگرهای گرم جهاد قرار می گرفت، با نداهای ملکوتی حی علی الجهاد، حی علی القتال شمشیر به دست می گرفت. در میدان استشهاد باید جوان قدم می زد. امروز جوان باید در میدان علم و در میدان تکنولوژی و در میدان تعالی و ترقی باید آستین همت را بالا بکند. هدفمندانه باید سلاح بسازد، هدفمندانه باید دارو بسازد تا که به ممالک همسایه ناجوان مردانه خود که میلیونها جوان و میلیونها مهاجرین را به بدترین وضعیت از وطنهای خود اخراج میکند، به این مشکلات دامنگیر نمیشدیم. امروز اگر مریض های ماست، چرا دکترای ما قادر به تداوی اینها نیستند؟ امروز نقشه های ما، چرا انجینرهای ما قادر به نقشه ریزی نیستند؟ مگر اینها آیکیو های درست ندارند؟ مگر اینها از فرزندای ابوبکر و عمر و عثمان نبودند؟ بله بودند. یک چیز در جوانای امروز متاسفانه نیست که هدف هست. ما در طول 20 سال اشغال خوب دکتر داشتیم، مگر قصاب بود در لباس سفید. ما در طول 20 سال خوب پیلوت داشتیم، مگر در مقابل چند روپه دلار تحت خمپاره های بزرگ خود مدارس را بمبارد میکرد، مکاتب را بمبارد میکرد، سینه های پر از قرآن علما را هدف قرار میداد، جوانان را روانی زندان میکرد. مگر اونها مسلکی نبودند؟ مگر اونها پیلوتی را یاد نداشتند؟ بله داشتند، لیکن تربیه نداشتند. تنها تعلیم درد را دوا نمیکنه. من بحث را خلاص میکنم. در اندلس جوانایی بودند که مستشرقین رفتن به خاطر وضعیت جوانا تا بفهمند که در این اندلس جوانا نبضشان چه قسم است، برنامه دارند، هدفی دارند یا خیر. دیدن که چند تا جوانی است. یک جوان میگد من امروز 5 حدیث صحیح البخاری را حفظ کردم. و دیگه میگه تو کم حفظ کردی؟ من 10 حدیث صحیح البخاری را حفظ کردم. میگه ماشاءالله. و جوان دیگه میگه من علم شیمیا را یاد گرفتم، شیمیاوی را. و دیگه میگه در بخش فیزیک من چنان دستاورد داشتم. و دیگه میگه در بخش طبابت فلانی دوا را جور کردم. در اینجا این مستشرقی که آمده بود با چهره ظاهرا اسلامی گفت هنوز فرصت نیست که بالا اینها حمله شود، چون جوانی اونها که تید فقرات و ستون فقرات مملکت را تشکیل میدهد، هدف و برنامه این قسم برنامه دارد، مسابقه علمی دارند. چند سال گذشت، جنگ های فکری صورت گرفت، افکار باطل و منحط و خانمانسوز و تباهکن در اینها ریشه دوانید. جوان را دید کنار ساحل نشستد گریان میکنه. رفت نزدیکش گفت چرا گریان میکنی؟ گفت گریانم اسبابت ازی است که یک دوست دختر داشتم، به اصطلاح جوانان امروز گرلفرند، یعنی دوست دختر. هدف مهم و نهایی یک جوان امروزی است که با فلانی دوست دختر دوستی را برقرار بکنم. از طریق چت، از طریق واتساپ، از طریق رسانه ها و جراید مختلف برنامه ریزی میکنه. بالاخره جوان را گفت که چرا گریان میکنی؟ گفت دوست دخترم گم شدد. پس دوباره رفت مملکت خود، گفت که جوانا این قسم وضعیتشان هست. گفت آل فرصت هست که بالا اینها عمله بکنیم. عمله کردن. حکومت 800 ساله مسلمان ها که در اندلس بود او را واژگون کردند. امروز مناره های حمرا و زهرا از فراق حی علی الصلاة و حی علی الفلاح جوانا و معزن مسلمان ها اشک می ریزد. امروز کتابخانه طلایطله و قرطبه و زهرا و حمرا از مجاهدین که با در یک دستش کتاب بود در دست دیگه شمشیر بود، از فراق اونها اشک می ریزد.
یک چیز دیگه ای که در پرانتیس و قوس برتان بگم که اگر امروز این عدم آهنگی جوانان و عدم اهداف بزرگ جوانان باشد، خدا روز نره نیارد که قدس شریف هم در چنگال صهیونیسم سقوط خواهد کرد. عجیب، روز گذشته یک دختر مسلمان با عفت از مردم میخواهد که فقط یک لقمه نان برش برساند. میگه در خانش چاپه صهیونیسم افتید، خودش فرار کرد به خاطر که بی حیا نشود، بی عفت نشود. گفت در کوچه و پس کوچه میگردم، همگی آب و احوالات ما، همگی فامیل های ما کلش تیت و پرک شدن، اجسادشان متلاشی شدن. حال ما در خرابه ها میگردم، ام جسمم در خطر است، ام روحم در خطر است، ام دینم در خطر است، ام جسمم در خطر است. اونها جوانای امت مسلمه را که از افغانستان از خطاب میکنه، جوانای امت، جوانای هدفمند، پدرای ریش سفیدی که شما جوان را تربیه کردین، جوانای هدفمند باید داشته باشه. مسئولین مکاتبی که در سنگرهای اول و در خط اول نبرد قرار داریم، باید فکری جوان تربیه بکنیم، باید جوانهای هدفمند تربیه بکنیم تا امت را، کشتی که در هر لحظه به طرف سقوط می رود، به ساحل نجات بکشانیم. الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، انسان ها مثل معادن است. و نهاد تحقیقاتی کلمات و همچنان ریاست اطلاعات و کلتور و آمریت معارف شهری در بین معادن پیدا کردن یک تعداد جوانای هدفمند را تقدیر کردن. الله سبحانه و تعالی اینها را در عمر و ایمانشان برکت را بندازد و الله سبحانه و تعالی جوانای ما را هدفمند بسازد. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.